سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به چنل مستر گیمینگ. احمد رضا هستم. اومدم با گیم اسکوار مچ امروز رکورد کنیم. بریم برای پیدا کردن رقیب انگلیسی افتاد بامون یا همون بریتانیا. بریم ببینیم نتیجه بازی چند میشه. لطفا اگه دوست داشتید نتیجه رو در کامنت ها بنویسید، خیلی ممنون. بازی ها رقیب شروع میکنه. پاس برای دفاع کناری. چه توپی رو داد، مثل که رقیب این بار آسون افتاده. یه پاس برای مهاجم نوک، یه پاس تو موقعیت ایجاد میشه. یه شوت زیبا رو میبینیم یا نه؟ وای گرفت گلرشه. این سانتر متأسفانه به دفاع رقیب میرسه و نمیتونیم کاری کنیم. داره میره برای ضد حمله که میرسه به تو. بله ضد حمله رو داره میزنه. امیدوارم دفاع جا نمونن، چون اگه جا بمونه خیلی سخت میشه کار. میخواد بازی رو از عقب شروع کنه ولی پاس توپ لو داد. خب بهترین موقعیتی که میتونه درست شه ایجاد میشه برای ما. یه پاس تو عمق دیگه خوب میخوایم، قطع میکنه متأسفانه. پاسکاری ها متعدد تا بتونه برسه به دروازه، ولی باز هم توپ لو میده. همین پاسکاریش امکان داره موجب گل خوردنش بشه. حالا باید بهترین تصمیم رو بگیریم. باز هم با تک توپو داره میگیره، میاره به وسط زمین. برای بازی رو باز میکنه و همین یعنی کار ما سخت میشه. توپو باز هم لو میده این حریف. توپو داریم موقعیت وسط زمین داریم ایجاد میکنیم. باید بازی رو به کنارها ببریم. وای چه توپی این لو میده این بازیکن. باز هم توپمون رو زد، اما این بار خدا رو شکر بازیمون خودمون دریافت میکنه. تکریب درست و به جا اگه نمیزدیم کار سخت میشد متاسفانه. باید بریم برای ایجاد یک موقعیت خوب تا بتونیم دروازه رقیب رو باز کنیم. توپو میزنه، بدترین اتفاقی رخ میده. من اسخای ما هم کمی هم استرس دارم و بازیم از سطح واقعی شما یه خورده پایین‌تر. باز هم قطع کرد. وای کار داره سخت میشه متأسفانه. داریم میریم برای ضربات پنالتی همین نتیجه پیش بره. این خیلی بده تو پنالتی ببازیم. یه سر توپ میخوریم متاسفانه. باز هم سر توپ دیگه این بار نتیجه نداد براش. 10 ثانیه وقت داریم تا برای گل. آیا گل میزنیم یا نه؟ یه توپ خوب بالاخره موقعیت میسازیم. یه پاس پشت دفاع امیدوارم برسه. رسید ولی وقت داریم مستقیم بزنیمش. یه گل زیبا رو میبینیم یا نه؟ گل زیبا، چه گلی! بله گل کاددار در ثانیه های آخر. رقیب انگلیسی غافلگیر شد واقعا و متاسفه برای خودش. چه گل زیبایی داریم مشاهده میکنیم. عالی. آقای مستر گیمینگ هم زد فکر کنم، اسمش هم پشت پیراهنش نوشته شده. بریم برای رقیب بعدی. اگه تا اینجا ویدیو دیدی و کارمون خوشتون اومده لطفا ساب کنید و لایک و کامنت ویدیو فراموش نشه. خیلی ممنون، دوستتون دارم. بریم برای رقیب بعدی. باز هم این بار نه، با فرانسوی گفتم. آقای رونالدو فکر کنم نوشته. بله آقای رونالدو. بریم ببینیم نتیجه چی میشه. این رقیب فرانسوی هم میتونیم ببریم. بازی هم ما شروع میکنیم. بریم برای شروع کردن. توپ داره میبره جلو این بازیکن. توپ داره میره جلو و حالا یه پاس برای هافبکامون. بازی سازی رو باید شروع کنیم همینطوری. چه فضایی! بله کنارا فضای زیبا. فضا میتونه منتهی به گل بشه با سانتر قشنگتر و این بار توی دروازه. در دقیقه اول بازی غافلگیر شد. بله در دقیقه اول بازی و بهترین نتیجه رو توی مسابقه بگیریم. توپو داره میاره بالا. یه نفوذ. امیدوارم همینجا که توپو لو بده. مونده چه کار کنه رقیبمون.
آقای رونالدو میده به عقب تا بازی سازی کنه و بازی رو از عقب زمین شروع کنه تا توپ انتقال بده به جلو. بازی از عقب داره بازی میکنه متاسفانه. فعلا با پاسکاری ها تحت فشار قرار داده خط دفاع ما رو. بازی رو باز میکنه تا یه فضای ایجاد کنه که عمرن بتونه. وسط زمین میاره و باز هم میخواد فضا رو داره ایجاد میکنه تقریبا. خیلی بد جور داریم دفاع میکنیم. واقعا اصلا فکرشو نمیتونم بخونم که کجا میخواد پاس بده که برم رو سویچ کنم دفاع رو. دوست ندارم اصلا گل بخورم در این دقیقه. به خوبی تو گرفتیم. حالا بهترین وقت برای یه موقعیت زیبای پاس پشت دفاع رو فقط میخوام ببینیم که لذت ببریم اگه برسه این بازیکن. قشنگ بود گلرش. نیا بیرون ای ول رسیدیم منتها چجوری بزنم که بره تو گل. این بار کار خیلی زودتر تمام میشه. این رقیبم برنده شدیم. این هم از این رقیب دیسکانکت شد بکنم. بله دیسکانکت شد رفت ولکل. این هم از این بازی. لطفا در پارتا بنویسید اگه امکان داشت که 2 پارت همیشه بریم یا 3 پارتش کنیم و اون یکی بازی یه نسخه دیگه از شرکت چم اون دیگه بازیکن معروف اسمشون راحت‌تر میتونیم گزارشگری کنیم. اون یکی هم براتون پارتشو بذارم. خیلی ممنون که حمایت میکنید. متشکرم. این پارت آخره. ببینیم 3 تا پارت رو میتونیم ببریم یا نه. بازی شروع میشه. دفاع کار شروع میشه. میرسیم به هافکا. با تکل زیبا توپ رقیب میزنه. از این بار رقیب امریکایی هم هست. یه توپ پاس تو اون که متأسفانه میگیره و پاس میخواد به گلرشون بده. بله گلر آمریکایی میخواد شروع کنه. توپو زیبایی میزنیم یا نه با این تکل. بله کارش سخت که همین باعث شد تا توپو لو بده. نفوذ میکنیم. این هافک میره جلو. میرسیم به هافک دیگه اون. خطا هم بود آقا داورات میگرفتی. میخوام یه کار ریکسی انجام که امکان توپو از دست بدیم. بله نتونستیم. واسه قشنگی رو ارسال کنیم. آره بازی رو شروع می‌کنه و حالا میخواد برسونه دفاعش و حالا هافکا نه دفاع چپش رسون. چرا پاس دادم منتهی برای ما یه کاشته میشه. دیسکانکت شد رقیب متاسفانه. بله رقیب دیسکانکت شد دوستان. خیلی ممنونم و بازی 2-0 به نفع میشه. خیلی ممنونم تا اینجا ویدیو رو دیدید. متشکرم. اگر خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید. متشکرم. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.